درود به همه شما عزیزان. امروز قراره با هم دیگه یک کوکو مرغ خیلی خوشمزه رو همراه با یه سس خیلی لذیذ با هم دیگه درست کنیم. برای شروع من یه عدد سیب زمینی رو خورد میکنم و داخل غذاساز میریزم. بعد از اون یه عدد پیازم درشت خورد میکنم و داخل غذاساز میریزم. خب حالا نصف سینه مرغم بهش اضافه میکنم. بعد چند تا قاشق چای خوری آرد به مواد اضافه میکنم. خب حالا نوبت اضافه کردن ادویه هاست. من یه مقدار نمک، دانه رازیانه، زردچوبه، ادویه مخصوص مرغ، یه مقدار آویشن، فلفل سیاه، پودر سیر و فلفل قرمز رو به موادمون اضافه میکنم. خب حالا اون یه دونه تخم مرغی که داشتیم رو به مواد اضافه میکنیم. بعد همه مواد رو خوب با هم دیگه میکس میکنیم. من توی یه تابه یه مقدار روغن رو ریختم گذاشتم، خوب گرم شده. دستم رو با یه مقدار آب خیس میکنم، از موادمون یه مقدار ور میدارم، کف دستم صافش میکنم به شکل دایره و وسطمون رو با انگوش باز میکنم، سوراخ میکنم. توی روغن میذارم، روی حرارت ملایم اجازه میدم دو طرفش خوب طلایی و سرخ بشه. خب برای درست کردن سس این غذا من یه پیاز رو که ریز خورد کردم داخل روغن گرم شده میذارم روی اجاق تا یه مقدار سرخ شه. بعد از اینکه پیازا یه مقدار سرخ شد و نرم شد، ادویه ها که شامل یه مقدار نمک، زردچوبه، فلفل قرمز و پودر آویشن هست و بهش اضافه میکنم. بعد دوباره تابه رو روی حرارت میذارم تا ادویه هم یه مقدار سرخ بشه و عطرشون بلند بشه. بعد از اون تقریبا یه قاشق چای خوری رو به گوجه رو اضافه میکنم و اجازه میدم تا یه مقداری روی حرارت بمونه و سرخ بشه. بعد از اینکه ربمون یه مقدار سرخ شد، من بهش یه مقدار رب آلو اضافه میکنم و بعد برای اینکه سسمون یه مقدار طعم ترش شیرین ملس داشته باشه بهش عسل اضافه میکنم. بعد برای طعم و عطر بیشتر یه مقدار زعفرون دم کرده بهش اضافه میکنم. همه مواد رو خوب قاطی میکنم، روی حرارت میذارم تا یه مقدار به غلظت برسه، باید روی شعله ملایم باشه. خب تمام کتلت های مرغمون رو که سرخ کردیم توی یه ظرف بزرگتر میریزم. سوسی که آماده کردیم و روش میریزم. بعد از اون گوجه‌ای که برش زدم و گذاشتم یه مقداری تفت خورده روش میچینم، در ظرف رو میذارم. برای حدوداً 15 دقیقه روی شعله خیلی ملایم میذارم تا بمونه، تا یه مقدار جا بیفته. خب همونطور که میبینید غذای ما حاضر شده. امیدوارم این کوکو مرغ خیلی خوشمزه رو توی خونه درست کنید و از خوردنش لذت ببرید.